بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام و درود به شما سروران عزیز. انشالله که همیشه در پناه خدا خوب و سلامت باشید. من امروز میخوام ذکری را به شما یاد بدم که برای هر حاجتی خوب است، یعنی هر چی از خدا بخواهید به شما میدهد. ذکر این است: یا رحمان و یا رحیم و یا کریم. این ذکر را روزانه 128 بار به مدت 7 روز میخوانیم و در آخر کار هم صدقه به فقیر میدهیم، یا گندم به پرنده ها میدهیم، یا غذا به حیوانات اهلی، یا شیرینی میگیریم خورد میکنیم، کنار لوله های مرچه ها میریزیم. انشالله که خدا مهربان هر چی بخواهید به شما بدهد. خدا حافظ.